بازیگران ایرانی که در جوانی فوت کردند. تا آخر ویدیو همراهمون باشید. فوت هنرمندان یکی از اتفاقات اندوهناکی هست که بسیاری از مردم جامعه رو متأثر و غمگین میکنه. سینما و تلویزیون ایران در سالهای اخیر هنرمندان جوان بسیاری رو از دست داده که بر اثر دلایل مختلف دار فانی رو ودا گفتند. شهرام عبدلی بازیگر و کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون 29 اردیبهشت 1355 در تهران متولد شد. این هنرمند با سریال همسفر در سال 1378 فعالیت خود را آغاز کرد و با سریال خط قرمز به شهرت رسید. شهرام عبدلی در آثار مختلف سینمایی و تلویزیونی همچون سرقت ادبی، مختارنامه، راز ناتمام، جلال دو، سالهای مشروطه، صبح آخرین روز نقش آفرینی کرده. او که برای بازی در سریال آسوده باش به کارگردانی حسن حج‌گذار در نمایش خانگی به مشهد رفته بود، به هنگام استراحت در هتل دچار عارضه مغزی شده و پس از چند روز بستری شدن در بیمارستان روز 6 اسفند ماه 1401 درگذشت. عسل بدیعی متولد 19 اردیبهشت 1356 در تهران و یکی از بازیگران جوان و با استعداد سینما و تلویزیون بود که در مدت کوتاه عمر خود در فیلم و سریال‌های مختلفی نقش آفرینی کرد. وی با بازی در فیلم بودن یا نبودن که موضوع پیوند قلبی داشت به عنوان ستاره جدید سینما شناخته شد و سرانجامی مانند این فیلم براش در واقعیت رقم خورد. او در سال 1392 بر اثر ایست قلبی دچار مرگ مغزی شده و اعضای بدنش موجب نجات 7 نفر شد. علی انصاریان بازیکن فوتبال، مجری و بازیگر سینما و تلویزیون متولد 14 تیر 1356 بود. او پس از پایان دوران فوتبالی خود به بازیگری روی آورده و در فیلم‌های متعدد ایفای نقش کرد. سریال کیمیا، محکومین و سرزده از معروف‌ترین کارهای علی انصاریان در تلویزیون بود. این هنرمند جوان کشورمون در فیلم سینمایی رمانتیسم عماد و طوبی حضور داشت که در 39مین جشنواره فجر به نمایش درآمد. علی انصاریان در 15 بهمن 1399 بر اثر ابتلا به بیماری کرونا درگذشت. ماهچهره خلیلی بازیگر سینما و تلویزیون کشورمون متولد 25 دی 1355 بود که بازیگری در سینما رو با فیلم چشمان سیاه و در تلویزیون با سریال مختارنامه آغاز کرد. این بازیگر محبوب کشورمون در سریال کلاه پهلوی، مرضیه و در چشم باد و نردبان آسمان حضور درخشانی داشت و سالها به ایفای نقش در این عرصه پرداخت تا متاسفانه در سال 1399 بر اثر سرطان لوزالمعده در لندن درگذشت. سید علی طباطبایی بازیگر سینما و تلویزیون کشورمون متولد 2 آبان 1362 بود. او برای اولین بار در فیلم سالاد فصل به کارگردانی فریدون جیرانی بازیگری را آغاز کرد. سریال باجناق‌ها، ترانه مادری، آشپزباشی و در قلب یخی و بچه‌های نسبتاً بد از کارهای تلویزیونی سید علی طباطبایی هست. بازی در فیلم سینمایی اسب سفید پادشاه به کارگردانی محمد حسین لطیفی آخرین حضور او در عرصه بازیگریه. این هنرمند جوان کشورمون در 8 شهریور ماه 1394 بر اثر ایست قلبی درگذشت. اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومده لطفاً ویدیو رو لایک کنید. پوپک گلدره بازیگر سینما و تلویزیون متولد 8 مرداد 1350 بود که با بازی در سریال ساعت خوش کار حرفه‌ای خود را آغاز کرد. اما مجموعه دنیای شیرین دریا کاری بود که باعث دیده شدن او شد. سریال نرگس کار دیگه مشهور پوپک گلدره بود که متاسفانه با بازی او به پایان نرسید. این بازیگر پس از فیلمبرداری نیمی از سریال نرگس
در یک سانحه رانندگی در منطقه سیسنگان به کما رفت و پس از 8 ماه در تاریخ 27 فروردین 1385 درگذشت. اشکان بانکی پسر اصغر بانکی تهیه کننده سینما بود. او برای اولین بار در فیلم سینمایی تو و من در کنار محمد رضا گلزار، الناز شاکردوست و بهنوش بختیاری حضور داشت. او در روز 31 مرداد ماه 93 بر اثر ایست قلبی درگذشت. آزاده نامداری مجری و تهیه کننده تلویزیون متولد 9 آذر 1363 بود که در سن 19 سالگی فعالیت خود را در شبکه زاگرس کرمانشاه آغاز کرد و سپس به تهران اومد. اجرای برنامه تازه‌ها اون رو به عنوان چهره جوان و با استعداد اجرا معرفی کرد. آزاده نامداری در فیلم سینمایی مالاریا به ایفای نقش پرداخت. این چهره دوست داشتنی در نوروز 1400 در سن 37 سالگی در منزل شخصی خود درگذشت. عارف لرستانی بازیگر جوان کشورمون متولد 15 بهمن 1351 بود. او که با جنگ 77 به کارگردانی مهران مدیری فعالیت بازیگری خود را شروع کرده بود، در طول دوران فعالیت خود یکی از بازیگران سریال‌های طنز همچون پلاک 14، ببخشید شما، کوچه عقاقیات، در حاشیه، شوخی کردن و مرد 2000 چهره بود. عارف لرستانی روز 26 فروردین 1396 بر اثر سکته قلبی در خواب درگذشت و بنابر وصیت خودش در روستای سیمینه سراب نیلوفر در کرمانشاه به خاک سپرده شد. دنیا فنیزاده متولد 20 آذر 1346 و از عروسک‌گردانان مشهور برنامه‌های کودک بود که با برنامه صندوق پست و عروسک‌گردانی کلاه قرمزی بود. او با وجود پیشنهادات بازیگری حاضر به تغییر هنر مورد علاقه خود نشده و با وجود بیماری سرطان به حرفه خود ادامه داد تا در سال 1395 بعد از مدت‌ها مبارزه با بیماری سرطان در سن 49 سالگی درگذشت. دنیا فرزند پرویز فنیزاده بود که البته پدر هم مرگ زود هنگام و تراژیکی داشت. علی برقی بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما متولد 1357 بود. او فعالیت بازیگری خود را با فیلم شرم به کارگردانی کیومرث پوراحمد آغاز کرد. علی برقی در سریال‌هایی چون ساختمان پزشکان، ویلای من، بچه مهندس، دادستان و نون و ریحان حضور داشت. این هنرمند در 23 بهمن 1399 بر اثر آمبولی ریه در بیمارستان درگذشت. تینا عبدی بازیگر جوان کشورمون متولد 1375 در تبریز بود. این بازیگر با سریال آنام دیده شد، اما برای اولین بار در فیلم کاناپه آغاز کرد، فیلمی که تا همین حالا در توقیف مونده. تینا عبدی در سال 1399 بر اثر ایست قلبی درگذشت. داوود اسدی بازیگر و نویسنده جوان کشورمون متولد آذر 1348 بود. این هنرمند که با بازی در ساعت خوش معروف شد، یکی از نویسندگان این مجموعه هم بود. سریال نرگس، 101 راه برای ذله کردن پدر و مادرها، کاشانه، گلهای آفتابگردان و از خواستگاری تا ازدواج از کارهای مشهور داوود اسدی هست. این هنرمند در تاریخ 3 فروردین 1387 بر اثر سکته قلبی درگذشت. ساناز کیهان متولد 31 شهریور 1361 بود که در چند فیلم و سریال نقش آفرینی کرد. سریال خط قرمز مشهورترین کارش بود که در اون نقش مقابل شهرام حقیقت دوست را ایفا کرد. فیلم نان عشق، موتور صد، سوگند، کلاهی برای باران، رفقای خوب و سریال همسفر و پای پیاده از دیگر کارهای ساناز کیهان هست. این بازیگر 25 دی 1390 در 31 سالگی طی تصادفی
در خیابان حسینیه ارشاد درگذشت. رضا داوود نژاد متولد 29 اردیبهشت 1359 بازیگر، فرزند کارگردان علیرضا داوود نژاد و برادر بازیگر زهرا داوود نژاد بود. اون کار بازیگری خود را از 6 سالگی با حضور در فیلم بی‌پناه در سال 1365 ساخته پدرش آغاز کرد و پس از وقفه 12 ساله با مصائب شیرین در سال 1377 به شکل جدی‌تر به حرفه بازیگری پرداخت. اون در 13 فروردین 1403 در 43 سالگی بر اثر عفونت خون پس از پیوند کبد درگذشت. زهره فکور صبور هنرمند جوان سینما و تلویزیون که فعالیت خود را در دهه 1370 آغاز کرد و عمدتاً در آثار تلویزیونی حضور داشت. اون متولد 1 فروردین 1357 بود و در 10 اسفند 1400 در 43 سالگی بر اثر خودکشی درگذشت. او در حالی درگذشت که مشغول بازی در مجموعه تلویزیونی بی همگان به کارگردانی بهرنگ توفیقی بود. روح همگی این عزیزان شاد و یادشون گرامی. دوستان حتما نظراتتون رو برامون کامنت کنید و کانال رو سابسکرایب کرده و زنگوله کناری رو هم بزنید تا به محض آپلود ویدیوهای جدید جزو نفرات اولی باشین که میبینید.